آقای نیمدیفکار سلام. برای فارسی کردن با همچه رومیزی دیگه نمیخواد اره رو 45 درجه ببری، چون نمیشه. نهایتا 60 70 سانت 50 سانت اگه بتونیم تمیز در بیاد. یک همچین گجتی درست بکنین. تو زاویه 45 اینجا خورده، یک دونه هم اینجا. اینا باید تنظیم کنین خودتون. اگه تو کار برین میدونین چی کار کنین. یکی دیگه هم مثل همین اونور بزنین، عالی عالی میشه دیگه. راحت انگار برش میخوره. برای فیتینگی، برای چیزی که انگار همچی ضروری نیستش که تمیز در بیاد. حالا اینم تمیز در میاد، نه در اومد، ولی کار را اندازه. حالا برش که میزنم نگاه کنید. خیلی تمیز میشه. اینم داشته باشین، یک جایی به درتون میکنه. خداحافظ.